آلخین قهرمان شطرنج بوده توی روسیه سالها پیش، 50 60 سال 70 سال پیش شاید. توی روسیه مسیری رو میرفته و تو زمستون سخت و سرد قطار خراب میشه و اینا تو ایستگاه میمونن و تا درست بکنن قطار رو شب تو ایستگاه میمونن و میره تو کافه با یک پیرمردی در اون کافه شطرنج بازی میکنه. بعد پیرمرد اینو 2 بار میبره پشت سر هم، قهرمان شطرنج جهان رو. بعد این میمونه میگه ببین تو میدونی من کیم؟ پیرمرد میگه آلخین؟ میگه نه. میگه من قهرمان شطرنج جهانم، یا آلخینم من. میگه واقعا؟ میاره. بعد میگه که یالخین بهش میگه که ببین تو اسباتم بازی ندادی منو بردی، چطور این کارو کردی؟ میگه بلد نیستم از اسبام خوب استفاده کنم، برای همین دست بهشون نمیزنم. به به. همین خیلی درس بزرگیه. درس زندگیه دیگه. بله، فلسفه است.